بهاودین نعمتوف آوازخوان جوان و فرزند خرده‌ای هنرمند شناخته تاجیک بهادر نعمتوف رهبر انسامبل استرادی در دوران شوروی آوازدار گلشن تعیین شده است. بهاودین نعمتوف در رهبری این انسامبل هنرپیشه شایسته تاجیکستان بختیار ابراهیموف را عوض کرد. سبب برکناری بختیار ابراهیموف که امسال به سن 50 رسید معلوم نیست. به فرق از پدر آوازدارش درباره بهاودین نعمتوف معلومات زیادی در دست نیست. بهادر نعمتوف آوازخوان نوتکرار انسامبل آوازدار گلشن و خواننده شب بخیر یکی از مشهورترین ترانه‌های تاجیکی عصر 20 ایول سال 1954 در شهر دوشنبه به دنیا آمده. سال 1990 دانشکده سنت را ختم کرده است. بهادر نعمتوف از سال 1977 در انسامبل استرادی گلشن هنرنمایی کرده. سالهای 2001-2003 رهبری این انسامبل را بر دوش داشت. بهادر نعمتوف از نمایندگان نسل طلایی گلشن بوده. در حیات آن در سالهای گوناگون در کنار ستاره‌های مشهور چون مقدس نبی و تاج‌الدین محی‌الدینوف، کرامت الله قربانوف، خرما شیرینوف و رحیمه شلوئر، مغفرت امروقلو و عمر زیایف هنرنمایی کرده است. بیش از 100 ترانه بهادر نعمتوف در فوند رادیو و تلویزیون تاجیک ثبت گردیدند که مشهورترین هایش ای وطن، شب بخیر، میده میده میرقصی، زنگ بزن، دوشنبه شهر وحدت، هی هموطن، تاجیکستان میباشند. او سالهای آخر بیشتر به سبک کلاسیک ترانه میخواند، ولی محبوب ترین ترانه او بدون شبهه شب بخیر میباشد که بهادر نعمتوف امروی شادروان مقدس نبی و برپایه شعر لایق شیرالی اجرا کرد. شب بخیر در طول 10 ساله ترانه بود که هر توی شب نشینی در تاجیکستان و بیرون از آن با خواندن امین ترانه حسن انجام میپذیرفت. انسامبل گلشن سال 1964 تأسیس یافته است. دوران طلایی آن سالهای 1970 و 1980 بود. بعد سقوط شوروی شهرت این انسامبل از بین رفت و دیگر نتوانست مثل دوران طلاییش دیگر باره در عرصه استرادای تاجیک بدرخشد.